سلام مجدد به همراهای GMX. خوبین؟ بچه‌های برنامه جذاب براتون ضبط کردیم امروز. پانتومیم با بچه‌ها رضا و ساسان. بچه‌ها بیاین. برنده کی به نظرتون؟ مثل همیشه من دیگه سلام، روزتون بخیر. سلام، امیدوارم که برنامه خوبی باشه. بچه‌ها حدستون کیه؟ برنده کیه؟ قطعا من. ساسان؟ قطعا من. و قطعا من. بچه‌ها برنده رو اعلام می‌کنیم دیگه. هممونم کل داریم که ما برنده دیگه. بریم ببینیم چی میشه. موضوعات عمومی اشیا خوراکی تکنولوژی شغل جانوران فوتبال اماکن خوراکی مشاهیر کتاب کارتون فیلم شهر و کشور موسیقی سلبریتی کودکان خوراکی چجوری؟ الان داری گفتی که یک کلمه دو کلمه سه کلمه همون برنامه هست. جدیده. دو کلمه. یا سخت آسون زیادشه دیگه. مثلا سر انگلیسی سر آره اینجوریه دو کلمه اون میشه یک امتیاز دو کلمه. موزه. پرتقاله. آب میوه. لیمو ترش. همیشه تو برنامه خوراکی اشیا تکنولوژی شغل اماکن کارتون نشریه شهر و کشور سلبریتی حیوان نداری چرا داری؟ جانور میگی جانور. تو دو امتیاز گرفتی دیگه. دو دو کلمه‌ای بود. مشاهیر کتاب کارتون حیوان دیگه. حیوان داری پیش نرسید. برو بالا برو ما هم خود خوندی. خوراکی اشیا جانوران هم حیوان دیگه. یک کلمه سه کلمه. یا تو میشی در واقع اون 6 امتیازی بود. 2 4 6 بود. اونا رو درست کنم. الان تو ضبط میشه. خب چی شد؟ سه کلمه؟ دو کلمه. اولی خورتون کرگدن. دوم بزرگ. کرگدن کوهی داریم مگه؟ اشیا عمومی جانور شغل تکنولوژی فوتبال اماکن ورزشی مشاهیر کودکان. آخر یک دو سه. سه کلمه. بچه سه کلمه نیست. سه امتیازیه. چی نگیم؟ یه دم زرده رو بزن. پای نداره؟ یک دقیقه و 45 دیگه هم باید بزن. دو کلمه. عیدی. تغذیه. هدیه. آدم.
خب آدم خیر یه صفت مثبتی داره به خودش نسبت میده. یا فکر می‌کنه یه بار که چیه؟ از یکی میگیره به یکی میگه. آره خیلی نیکوکار رابین هود. آخه اینجوری میکنه. یه آدمه دیگه، آدم داشتیم کار موضوعات رو بگید بدم بخون. خوراکی اصلی و عمومی جانوران شغل تکنولوژی فوتبال اماکن ورزشی مشاهیر کتاب کارتون فیلم در کشور موسیقی سلبریتی در خودش هم برد. 1 2 3 چشم‌هایش چیش میشه؟ چند تا دو کرد. بکن. بمیتونی. گاز گاز؟ تنشی کانیبالیسم. نه این تلویزیونه. زمین فوتبال. دروازه نیمه پنالتی آب. دروازه‌بان پنالتی تیرک دروازه تو زمین فوتبال داخل زمین فوتبال یه چیزیه. بازیکن داخل دروازه بازیکن‌ها مدافع نیمه هافبک حمله دفاع حمله گل حمله گل گازنبوری. حمله گازنبوری. حمله گل شون اصلا شیره فوتبال هم نمیدونم من. اگه اون دست حمله گل هیچی نداره اسم باید بخش بکنی برسونی. حمله گاز حمله دو ساله چی بود؟ لوئیس سوارز بعد هم مهاجمی که همین بازیکن رو راست میگیره اصلا نمیدونم باید بزنی فوتبال چجوری می‌خواستی برسی؟ پستش رو گفتم دروازه‌بان نه مدافع نه میانی نه مهاجم خب بعد میشه مهاجمی که راست میگیره یه دونه مهاجم که راست میگیره میده باشه خوراک اشیاء تکنولوژی شو جانور فوتبال امریکن ورزشی کارتون کتاب مشاهیر فیلم شب و کشور موسیقی کودکان سلبریتی مشاکی نیسته مشاهیر اسم هم خب لوئیس سوارز مگه اسم نبود آره به قضیبی چه چیزی واقعا اسم خیلی سخت میشه بود شد این دیگه خیلی سخته چقدر دومیش تایپیست نویسنده ویراستار ماشینتاش محقق گیمره برنامه‌نویس
نام‌نویس. ببینید پرویز یه کلمه دیگه شو بگو. کلمه دیگه برو. بارداره شکر داره چاقه. آدم چاق گیره آدم چاق. خیلی راحت ریش داشتم من چاق بودن چاق بودی شغلشو بگو. بازیگره. آها بگی چاقه بگم پیدا نه نقش اولش یه بازیگری هستش که چاق و ریشو هم اسلام کتکنی گفتی که صفی کتکنی شد نویسن رو خب چی دارم؟ حالا که اشیا اونی جانب مشاهده بودیم به من گفت نه چی دوست داری؟ من قرار دوستش داشتم چه پیشنهاد بده؟ جانور خودم جانور بود چند سه ما هیچ امتیاز نداریم. من که داری چی نگفتم دو کلمه نه بزنیم آهنگ. مار خزندست مارودن کروکودیل کرم ماهیگیری کرم ابریشم. موضوعاتو بگم دوباره نفرات مشاهیر تنگرانی برو بالا نوکش بگو سه کلمه بوکسور کلا یه آدم بوکسور سه کلمه محمد علی کلی خب این چیزا راحت نیستم خوراکی اشیا عمومی تکنولوژی شغل جانوران اماکن جانور رفتم آره کریر مندی تکنولوژی ورزشی کارتون کتاب مشاهیر فیلم شهر و کشور کارتون سه بقیهش نه کارتون سه من دیگه باشیم کارتون خل شیره خودشه دو کلمه دوم هیولا بی اوی جن روح روح خبیث روح ترسناک ارواح ارواح من روح خبیث جمع روح احضار ارواح روح لغوشه قطان ارواح قبرستون ارواح خانه ارواح کلبه ارواح خانه ارواح مکان ارواح یه ذره بازی کن مکان‌های ارواح مکان روح ارواح درست خانه ارواح دنیای ارواح
جهان ارباب، جامعه ارباب، ملت ارباب، دوباره فضای ارباب، فضا، سر ارباب، فضای ارباب. خب چی بگم؟ شغل شغله؟ میشه نشه با امتیاز ما بگیریم اول این گرفته دو کلمه است. دو کلمه دوم سرزمین، جا، مکان، عمومیه، یه برد، مجلس، برد داریم اینجا صندلی داره، صندلی داره، صندلی؟ یه چیز چیه؟ یه جز یه چیز بزرگی چیز بزرگی اینا جزئیات نماینده با کلمه بعدیشون منظومه شمسی، قدیشانه، منظومه شمسی، سیاره، جهان، منظور شمسی، دنیا، کشور، استان، کشور، رئیس جمهور، رئیس مجلس، پایین تر از رئیس مجلس، نماینده مجلس، نماینده معاون اول رئیس جمهور، آخه همین رئیس پلیس، استاندار، فرماندار، از رئیس جمهور پایین تره، از نماینده مجلس بالاتره. با کشور وزارت کشور. اصلا این یعنی حرف دو بخشش. خب قسمت دومش. تایم چی بود؟ وزیر بالا نه پایین. چیزی که وزیر کشور. گفتم وزیر کشور. من گفتم معاون اول معاون دوم. وزیر کشور. خب ما تو بالا داره چی بود؟ آسان بود. آره داره چیه؟ شغل. یک دو سه. مثلا فکرشو بکن مثلا یک دو. آیدا میتونه یک بگیم. برای تو نمیتونی یک بگیم. نمیتونی. صبح شد. چیز بدیه. دو کلمه. کتاب هست. کتابخانه. مدرس دانشجو معلم مشق نوشتن دانش آموز مدرسه داخل مدرسه هست مدرسه دفتردار کدوم شخصه کلمه دوم خواننده کلمه اینو ببند دیگه هم اصلا این بستنش دومی میشود چیزی ول داره اینجوری کنه
حضور غیاب داره میکنه. چکلیسته؟ ناظم، چکلیسته؟ مدیره؟ مدیر، ناظم، معاون، معلم؟ دفتردار، پرورشی، نمیدونم احمقای دیگه. آموزگار؟ بازم؟ سردفترنامه؟ مدیر دیگه از مدیر متصدی کامپیوتر، ولی کامپیوتر دفتر هم آموزش پرورشه؟ آموزش پرورشه؟ رئیس آموزش پرورشه؟ داخل مدرسه یه است. پایین داخل مدرسه است. ناظر مدیر مربی بابای مدرسه. نماینده مبصر شورای دانش آموز. مبصر اعلام من تو او معلم ادبیات. مشاور درسی. خب من اگه شو برم برو شو 3 1 برو من هیچی بگیرم هیچ نرفتی؟ هیچی نه 1 برو فکر کنم شو دیگه تمام شد. تموم نمیشه که برو الان چند دقیقه؟ خیلی آسونه. 3 داری میدی؟ 3 داری میدی؟ دو کلمه بناه بنا گشتاره بنا ساختنی چه؟ دو کلمه این عمومی هست. درسته. عمومی دو کلمه دوم حامل است. حامله باردار بار. دومی شد باردار. از تو اول بار الکتریکی دومی گفتی چه چیزی مربوط به عمل دومی الکتریکی کجا؟ نصف 1 2 3 4 5 6 7 9 ماه بارداری 9 ماه بارداری. ماه بچه دقت کنی 9 ماه بارداری دیگه چی میگم؟ ما عدد بارداری نیست. سیکل بارداری دوران بارداری دوره بارداری چی؟ اشیا الان کی گفت؟ من گفتم دو کلمه. ما الان چی هست اصلا؟ اشیا یک شی دو کلمه. الان این دوه این یکی دومی داخل آشپزخونه. نام تو آشپزخونه کود آشپزخونه. بگم خب چی برم؟ خوراکی بود خوراکی. موافقی؟ آره 3 بود من هیچ امتیازی ندارم اوکی رفتی این آسونه. بچه‌ها یه اومده امتیاز بگیریم. آره تو بگی دو بخش چی بود اصلا خوراکی دو تا نوشیدنی 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 گازداره دومی آب مرغ نوشیدنی موزی مجید و موزی اسموتی موز چیموز آبوز ببری. چیزی بگید سخت
اشیا بوده. میتولوژی بود. دوست داری دوباره هر کدوم که احساس کنید بهتر میتونید تو دیشان ضعیف می‌کنید. نشون خود اوکی. حتما چشیدن خورشت کلمه دو خورش شور ترش بیمزه بی‌نمک خورش بی تو خوراکی رفتی؟ من اینطور شدم اینجوری که اشیا بود. سه اینا که ما رفتیم چند بود؟ سه بود؟ همین دو کلمه چی هست اشیا؟ ساعت ساعت زنگدار ساعت کوکی حتی جلو داستان نه؟ آیدا پنج بود داستان جلو افتاد. فکر کنم مساوی شد. من مطمئن شدم آیدا میگه یه بله رو ولی اینجا تونده از هم مطمئن کار کنن هم با نه آیدا بین وزیر کشور خوب گفت من تا رئیس جمهور اومدم من دیگه هر زمان کم این داستان سخت بچه شما هم بگیم که اجراش بهتر نمیده خسیس اتفاقا این دست داده. خب من اشیا رفتم نه برو بچه کی تو؟ خب من دو تا پشت سرم گفتم اسم چی داری میگی؟ اشیا اشیا؟ اشیا همه اسم دیگه دو تا بچه تو کلمه فرش دستگاه دوم روز بچه ماشینی بچه ماشینی فرش بچه هم دیواری الان کلمه دو خوب داری میگی بچه نقل کابل بچه نقل خونگی دار و قالی این توانم میکنه کابل فرشی عکس فرش مرکز فرش پایتخت فرش شهر فرش فرش دومیه به نوع فرشی یعنی نوع فرشه فرش کاشان فرشی کاشان نقشه رو نشون بده فرش کاشان خب چه؟ فیلم سریال که نمیتونه اصلا نه این اسم خیلی سخته یه چیزی باشه که بتونید میخوای اون تصادفی رو بزن هرچی خیلی مهمه سه کلمه اول چی که کلمه کدوم هست؟ خب کلمه اول سه کلمه دومی سه کلمه دوم لحظه زدن فوتبال توپ بچه رو زدن بچه فامیلی میزن اینا چی هست؟ اینا بچه هم پرستار چیلیدر بچه رو میخوام بزنی کودکان کودک کار کودک خردسال
تماشاگر چیره بوده کلمه فیفا زدن بازی کامپیوتری فوتبال کامپیوتری فیفا دسته بازی پلی استیشن کامپیوتر این برام یا سونی کامپیوتر سونی سگا ایکس باکس کنسول یعنی یه کنسول بازی پلی استیشن نینتندو پی سی هم با کامپیوتر سگا سگا خب اول چیه سگا؟ سومی رو گفتی خب دوتا اول بازی های سگا خب بازی سگا دسته بازی سگا دسته تیم پنجه دست میگیم درسته این هم نگاهش کنم خب دستگاه بازی سگا دستگاه آها میگه دستم بهشون داره این با بخش که گفته است کاش دیگه نخواستش نمیشه تصادفی بعدش اصلا نمیدونی تو نمیدونم بریم سخته؟ سخت نیست اینجوری خیلی سخت هم میشه که کاری روش نمیدونم سه کلمه پلیکانه لک اردک مقابل لوکش درازه درسته مقابل مرغ دریایی مقابل لکنک پلیکان لگنخوار نوک بلندی داره درسته؟ این بلند اردک غاز گردن خب غاز وحشی باز بعد بازی وحشی نیست اهلی غاز اهلی غاز اهلی کره کشور باز اهلی شمالی باز اهلی باز اسرائیلی باز فلسطینی بالاتر از اسرائیله باز آمریکایی باز بالاتر اسرائیلی عربستانی باز اسرائیلی باز اهلی پاکستان عربستان باز روسیه است باز روسی روس باز اهلی روسی باز اهلی روسیه روسی باز اهلی بچه شما همزمان با ما اگه حد زدید کامنت رو بنویسید. دو کلمه اولی چی بود؟ پرتاب خوبه؟ برمیاد بگی پریز بدن مغناطیس رسانا القای بال الکتریکی جریان الکتریکی دوم ماشین رانندگی کردن راننده گاز دادن گلاس رانندگی کردن ماشین الکتریکی رانندگی ماشین تسلا ماشین الکتریکی ماشین خودرو ماشین اتومات اتوپایلوت توربوشان کروز زده نه چیز دنده اتومات ماشین برقی بعد
برقی ماشین. جز وسایل برقی ماشینه. استارت ماشین. دینا ماشین. دینا اولی دینا. دوم ماشین. دینا شارژ دینا. پدال ماشین. دینا خودرو. خودرو عکس رو ماشین نشون دادی. گاز چرا می‌زنی؟ ماشین جور دیگه. گفتم اینجوری کرد. یه تایم. خودرو رو گفتیم. سه کلمه سه. خوردن. سه خوردن. دو. شادیه. سورپرایز شادی هیجان. یکی خوردن. جا خوردن. سورپرایز هیجان. سورپرایز هیجان. برای کلمه اول میتونی بازی کنی؟ من. تو خوردن. به جا می‌خوری. سورپرایز می‌خوری. تو چی می‌خوری؟ تو خوردن. چیه؟ جا می‌خوری. می‌ترسی. ترس خوردن. آخه یکی تو خوشحالی می‌خوری. تو معنیش چیز دیگه میشه ولی منظورم به سه تا کلمه در کل یک کلمه. یه معنی برعکس میده ولی حالی دارم اجماع میکنم معنیش همه این دارم شما نشون میدم. در کل بخوام نشون بدم تمام تحصیل همینجوریه. الان همه صحبت کردیم. آخه خیلی انتظاری دارم. یه بار دیگه کلمه اصلی رو بازی کن. تو یه چیز قرار بخوری. چی بود؟ ذوق خوردن این ذوقه. راست. ولی اصلی همه چیز دیگه میکنم. نه خوب بازیه. چقدر از تو دو شمشیر کشیدن. غم کشیدن. شمشیر از جنگ رفتن. جنگجو. به شمشیر نزدیک‌تر بزن. جو شوالیه روشنایی. شوالیه روشن. شوالیه نور. شوالیه آتش. شوالیه روشن. شوالیه تاریک. جلو با کلا خودش میگه براغو میترسنم گمراش. خب ببینید چرا این جور از نقشه جغرافی. دو کلمه. اولیه بیل داره. کشاورزه. کارگره. بیل مکانیکی. تراکتوره. حفاری. گودبرداری. چاه. خب بیل مکانیکی. چای آب. همین یه کلمه هست. خودبر
خاطری؟ دیگه برام خاک رو براتون برمی‌دارم. تو خوب خاک کنه. البته میز زدم بریم میشم کشاورزی رفتم صنعتی چیشم امنا برو تو که جلوی چرا واسه به نفع کردم شادی کردن هلیکی عروسی گشت عروسی سلام خواستی خانواده عروس جشن دیگه هرچند یه نوع جشن خب جشن عروسی خوش آمد کوی یه کلمه دیگه شما یه نوع جشن جشن عروسی یه چیزی دارو میکشی پاره نمیشه قنده مکربیه مربعی خمم نمیشه لاستیک تابلو صف هست صفحه خم صفر صفحه صفر صفحه خوش صفحه صلح صفحه گچی صفحه فولادی فولاد فولاد جشن فولادی جشن فولاد فولاد اول میشه فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه مبارکه اصفهان هنوز شهر فولاد مبارکه یه فولاد مبارکه سپاهان سر کانگورو این سربازیه کانگوروه بدوروه بدو رژه بدو رو بدو دو دو میدانی دو دو چند کلمه بود؟ 3 کلمه است دو کلمه چند دو کلمه ماجرا. دومی کلمه 4 دومی 4 حرف 4 حرف درسته 4 بخشه دو سه 4 کلمه است یه چیز داری حذف می‌کنی چهارمیش رو می‌نویسی نمی‌دونی که اونم خطاه نوشتن خطاه نمیتونم سومی دو اولیش زانو زدن پلس لیلی بالا بلندی بالا دو پرش ارتفاع دویدن از دو میمانه مانع شد مانه دو میدان مانع دو میدانی با مانه سواسای با مانع دو با مانع 400 متر با ما این بارم 4 دو تا خب نه چیزی که خودش هم شوکه میشه نمیدونی چی قرار میشه حالا برای دو کلمه هشت رو میدونی هستی ساختم یعنی میشه میام چیزه رودخونه پیچاخم جاده خب دوم
جلو ماشین سرعتی تخته ماشین راننده جاده ماشین رو خواب جاده جاده ماشین جاده صاف اتوبانه جاده ماشین رو جاده اصلیه جاده چی؟ جاده ماشین جاده کوهی جاده سرمایی بیابانی جاده ماشین پدال گاز رسوایی راهنمایی فرمان داشته است دستگیری ماشین جاده بوده جاده بسنده داره پدال گاز نشان میده ماشین راننده ماشین جاده ماشین رو ماشین دستی ماشین میره ماشین خلاصه جاده داره اول صفحه جاده گفت دومیه جاده دومیه ماشین جاده ماشین تو جاده ماشین در حال ترمز کرده ایست جاده ایست بازرسی ماشین ترافیک جاده پلیس جاده پلیس ترافیک جاده ترافیک رو باید میزدی فوش میدادی اینجوری باید چه ماشینشون چه گاز میدی چرا گاز میدی آدم ماشین رو نشون میده بابا ماشین اینجوری خب چه حتی دو فوش بده فوش بده همون که بغل آره میزنی همین رانندگی نداشت پیتی هم زیاد آره دو کلمه دومی روند است راه است راه رودخونه روان آب توشه مثلا به آب رفت حالا اون یکی به جاده رفت به جاده نرفت به چی میگه رفت بیا برو نه رودخونه روان روانی جاری خب دو کلمه جاری کلمه دوم 12 جاری 12 جهان جاری ماهای جاری ماه جاری سال جاری سال جاری حال کردی بردم خوشت اومد چجوری بردن تو منو بردی اینجوری میبرم حالا خوب همه دیدن که کی برده بچه کی برد نه باز تو برده چک کنی بعد چک کنی بچه کسی حساب کرد نتایج رو زیر هستی خودتون میدید من وسط دعوا نفتن چک میکنیم نتایج سرسه تا این زیر هست میبینی بچه امیدوارم که از این قسمت برنامه لذت کافی رو برده باشیم و اینکه اومدیم با شما خداحافظی کنیم تا درود دیگر بدرود قسمت بعد میبینیم با دیدار خدا نگهدار دیگه قطع کنه